خب بریم ادامه چکلیستمون قسمت شکم‌لگن. ارگان به ارگان بررسی میکنیم و در نهایت در انتها هم عروق، لنف نودها و هرنی و مواردی از این قبیل رو بررسی میکنیم. خب بریم اول از همه کبد رو ببینیم. کبد آیا حالا سیتیش هم باید به تنهایی ببینیم که آیا زایه هایپودنسی میبینیم یا نه داخل کبد. خیر، جذب غیر طبیعی هم که نمیبینیم. این قسمت که در واقع راوند لیگامانه، این لوب چپ کبده، این قسمت هم لوب راست کبده. حالا گالبلدر رو میبینیم، نگاه کنیم. گالبلدر مشاهده نمیشه و میبینیم که کلسیستکتومی شده. از کجا متوجه میشیم؟ نشانه کلسیستکتومی در واقع این کانون کلسیفیه هستش که در اینجا قرار داره. اگه اشتباه نکنم کلیپس جراحی همچین چیزی هستش، ولی گالبلدر رو نبینیم. این کانون کلسیفیه رو هم ببینیم به معنای این هستش که در واقع بیمار کلسیستکتومی شده. خب بریم طحال رو ببینیم. یه نکته دیگه، ما سایز ارگان ها رو میبینیم اول. اگه به چشممون غیر طبیعی اومد ابعاد میزنیم که بتونیم ببینیم در واقع از حد آپر لیمیت نورمال یا بالاتر رفته یا نرفته در واقع. و برای این ابعاد هم حالا نیازی نیست حتما حفظ باشیم، البته در طولانی مدت بالاخره آدم تو ذهنش میمونه، ولی با گوگل دوست باشیم و اینجور موارد رو میریم سرچ میکنیم. به خصوص تو پیج رادیوپدیا، یه پیج رایگان هستش در مورد رادیولوژی، میتونیم ابعاد نرمال طحال، نمیدونم لگن، کبد، عروق، همه چی میتونیم اطلاعات لازم رو به دست بیاریم. حالا به نظر نمیاد که سایز کبد سایز در واقع غیر طبیعی داشته باشه. خب طحال رو نگاه کنم. طحال این قسمت رو دارم میبینم. طحال رو لیژن غیر طبیعی مشاهده نمیشه. سایزش هم به نظر مشکل خاصی نداره. آدرنال ها رو برم ببینم. آدرنال اول اینجا ببینین، این آدرنال چپ هستش. این قسمت ببینین شبیه حالت این شکلی داره. خب حالا آدرنال راست رو برم ببینم. آدرنال راستم اینجا دارم ببینم. خب بعدش که کلیه شروع میشه. آدرنالم دیدم، حالا کلیه رو ببینم. کلیه، هر دو تا کلیه رو نگاه کنیم آیا سنگ دارد؟ خیر. میتونیم چیزش هم برداریم، یه بار سیتیش هم تنها ببینیم که آیا کیست دارد یا ندارد. کیست هم نداره. خب اون چیزی هم که اینجا در واقع میبینیم حالب ها هستن که شروع میشن اورتر و اگه خاطرتون باشه گفتم که توی MIP دیدیم حواسمون باشه این بیمار احتمالاً اورترش تا مسیر زیادی قابل مشاهده خواهد بود. این ورش هم ببینیم. اینو با دنبال کردن در واقع میتونیم بفهمیم که این اورتر هستش. خب حالا بریم پانکراس رو ببینیم. پانکراس از کجا شروع میشه؟ پانکراس، تیل پانکراس در آغوش طحال قرار گرفته و ما اینجا پانکراس رو داریم میبینیم و هد و آنسینیت پروسس در واقع پانکراس پایین تر قرار گرفتن. خب اینم از پانکراس، نکته غیر طبیعی نداشت، کلسیفیکیشن یا حالا کیست، لیژن، چیز خاصی نداشت. برم معده رو ببینم. از جایی که در واقع ازوفاگوس رو دارم، خب و میخواد به معده برسه، اینجا کاردیای معده، گاستروازوفاژیال جانکشن، اینجا جذب طبیعی معده رو دارم میبینم. باز میام پایین تر، معده دیگه بعدش به دئودنوم میرسه. نکته غیر طبیعی توی این قسمت هم نداشتم. روده ها رو برم ببینم. شکل روده بزرگ با روده باریک خب قاعدتا میبینیم متفاوته. این روده بزرگ ببینیم این شکلیه، روده باریک به این شکله. حالا روده باریک این که بگیم دقیقاً هر کدوم شامل چه مواردی هستن. دئودنوم که بخش کوتاهی هستش از روده باریک و قاعدتا در قسمت بالا قرار داره. بقیه هرچی داریم ژژنوم و ایلئوم هستن. خب روده ها رو ببینیم آیا جذب غیر طبیعی دارن یا ندارن، یا افزایش ضخامت غیر طبیعی توی روده ها چیز مشاهده نمیشه.
خب اینجا رو مثلا نگاه بکنید، جایی که روده باریک به روده بزرگ میرسه ایلئوسکالش هستش. بعد این قسمت ما داریم کلون اینور کلون صعودی رو میبینیم تا جایی که حتی میره زیر خم طحالی قرار میگیره، درسته؟ بعد کلون ارضی ترانسورس، اینورم که کلون نزولی داریم میبینیم. خب روده هم نکته خاصی نداشتن. بعد بریم سراغ ارگان‌های در واقع لگن. بعد می عروق و لنف نودها رو بررسی کنیم. ارگان‌های لگنی ایشون خانم هستن. رحم تخمدانش رو نگاه میکنیم چه شکل منظم و خوبی هم داره این رحم تخمدان‌ها. حالا من این سیتیش هم باز ببینیم. اینجا دقت کنین یه کیستی داریم توی این قسمت به نظر میاد باشه، ولی جذب غیر طبیعی نداره. سونوگرافی میتونیم براشون توصیه بکنیم. بعد رحم میدونیم که بالای در واقع مثانه قرار داره، پس زیر بعد از که رحم تموم شد میام قسمت پایین تر بلدر رو داریم میبینیم اینجا. و این قسمت هم که دیگه رکتوم و آنوس رو داریم میبینیم. خب حالا بریم از این پایین لنف نودها رو از پایین بررسی کنیم. لنف نود و عروق رو ببینیم که نکته خاصی می‌بینیم یا نه. حالا ما یه جلسه به طور کلی فقط راجع به لنف نودها میذاریم از روی اپ ای آناتومی، کامل براتون میذارم. خیلی مفیده، کمک میکنه قشنگ لنف نودهای هر قسمت رو بتونیم ببینیم. حالا لنف نودهای سرویکال و مدیاستینال باز تقسیم بندی خوبی دارن. لنف نودهای شکم لگنی خورده‌ای گیر و گور دارن. خب لنف نودهای اینگوینال رو می‌بینیم، سنترال در واقع فتی هیلومشون وجود داره، نکته خاصی ندارم. لنف نودهای غیر طبیعی اکسترنال و اینترنال ایلیاک، اکسترنال و اینترنال ایلیاک نکته خاصی ندارم توشون. خب میریم بالاتر. اینی که اینجا میبینیم همون ادامه حالب بودش با دنبال کردن، چون اگه یه لنف نود بود که انقدر دراز نمیشد. بعد حالا میتونیم با نمای کرونال هم مقایسه بکنیم ببینیم که بله این در واقع همون لنف نود همون اورترمون هستش. این ورم همینطور داریم اورتر رو میبینیم. اورتر در واقع از روی قدام عضله سواس عبور میکنه میره به سمت پایین. حالا نگاه بکنیم خیلی هم باریکه البته این قسمت و ادامه داره، ولی خب جذبش انقدر زیاده که آدم رو اول به شک میندازه. اگر فقط از روی یه اسلایس ببینیم فکر کنیم که لنف نودی چیزی باشه، ولی بعد میبینیم که نه، ادامه داره و در نهایت به حالب و در نهایت به کلیه هم میرسه. اینجا که محل تقسیم شدن آورت رو داریم میبینیم که داشت به کامل ایلیاکا تقسیم میشد. لنف نودهای این قسمت رو ببینیم که نکته خاصی نداره. آورت، آی وی سی، لنف نودهای رتروپریتوئن نکته خاصی مشاهده نمی کنیم. خب یه مسئله دیگه در مورد شکم لگنی که حالا ببینیم مایع آزاد داخل این حفره وجود داره یا نداره. یه نگاه از بالا به پایین میندازیم ببینیم آیا مایع آزاد میبینیم یا نه. خیر، مایع آزاد هم وجود نداره. بافت نرم رو دقت کنیم ببینیم آیا هرنی تو این قسمت ها وجود داره یا نداره. حالا هرنی اینگوینال یا هرنی های در واقع آمبلیکال مواردی از این قبیل آیا دارد یا ندارد. بریم بالا. اینجا الان فقط دارم بافت نرم رو نگاه میکنم. اینجا که آمبلیکوسه، بعضی وقتا از اینجا هرنی های صورت میگیره که هرنی های آمبلیکال هستن، ولی تو این بیمار نکته خاصی ندارم. بافت نرم اطرافش هم اوکی هستش. مایع آزادم که گفتیم نداریم. و مرحله در واقع آخر بونش رو بررسی میکنیم. ویندوز رو تغییر دادم، روی بون گذاشتم، سیتی بون، و دارم از بالا به پایین نگاه میکنم که آیا لیژن غیر طبیعی یا جذب غیر طبیعی وجود دارد یا ندارد. خب معرفی هم میکنه. حالا در طول چیز این کلاکل رو دارم میبینم. کلاویکل رو میبینم که داره میاد بالا. بعد اینجا اسکاپولا رو دارم میبینم. ببینید یه سری بون آیلند اسکلروتیک بدون جذب در واقع توی اسکاپولا وجود داره. استرنوم رو میبینم ببینیم کلا متاستازه در واقع اسکلتال دارد یا ندارد.
اینجا دارم استوفیت ها رو میبینم که در لبه در واقع مهره ها شکل گرفته. شواهد DJD رو دارم میبینم که حالا یه مقدار جذب حتی داشته باشن مشکل خاصی نداره. فست جوینت ها بعضی جا میبینم که افزایش در واقع اسکلروتیک شدن و افزایش جذب نشون میدن، ولی شواهد دژنراتیو. حواسم همچنان به دنده ها هم هست. حالا من یه راه شمارش مهره و دنده هم بهتون بگم. این حالا لیژن اسکلروتیکی که داخل این مهره وجود داره اینم باید ذکر بکنیم، ولی به متاستاز نمیخوره، افزایش جذبی نشون نمیده. اینم از دنده ها که نکته خاصی نداره. خب من یه روش در واقع شمارش چیز رو بهتون بگم، شمارش مهره و شمارش دنده ها. بریم روی ساجیتال، الگو روی ساجیتال تغییر بدیم. این هم الگو روی ساجیتال بریم. حالا اینجا رو فیوزش کنیم. خب هر لیژنی که ما مشاهده کردیم در نمای ساجیتال میتونیم بیایم در واقع مهره رو پیدا بکنیم به این شکل. از اینجا که ساکرومه، بعد L5 L4 L3 L2 همینطوری میریم به سمت بالا. پس اگه لیژنی توی در واقع مهره دیدیم میریم رو نمای ساجیتالش، رو نمای ساجیتالش بررسی میکنیم. الان شما مثلا ببینید اینو بیاریم اینور. خب من بگم نگاه کنه این لول داره تغییر میکنه. مثلا اون لیژن اسکلروتیکی که من دیدم توی مهره، میخوام در واقع اسم ببرم و لوکیشنش رو بگم. اجازه بدین اینجا این قسمت. خب میام پایین تر، میرم بالاتر. به نظر میاد که در واقع دیسک بین مهره هستش که حالت اسکلروتیک پیدا کرده. بخوام توصیف کنم مهره 5 4 3 2 1 12 و 11. دیسک بین مهره 11 و 12 رو میتونم بگم که حالت اسکلروتیک پیدا کرده. دنده چی؟ دنده رو بخوام در واقع پیدا بکنم. خب دنده رو بخوام پیدا بکنم بذارید من بهتون بگم. مثلا الان به فرض اینجا یه ذره حالا بالا پایینش کنم یه دنده پیدا کنم بهتون بگم. خب این مهره الان مهره چنده؟ 5 4 3 2 1. این مهره 12. دنده‌ای که بهش وصله چنده؟ بلافاصله بهش وصله دنده 12. شمارش بعدی ها چطوره؟ یکی یکی بیان پایین. دنده 11 10 9 8. به همین طریق راحت ما میتونیم اگه لیژن توی دنده پیدا کردیم شمارشش رو انجام بدیم. حالا مثلا ببینم اسکلروتیکی آیا توی دنده ها مشاهده میکنم یا نه. ازای اسکلروتیک و همچنین افزایش جذب هایی که توی دنده یا استرنوم بخوام ببینم وجود نداره. حالا مثلا اینجا رو ببینید این مهره چنده؟ 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7. این الان مهره 7. پس این دنده 7 دنده 6 5 4. شمارش دنده پس به این صورت انجام میشه. خب ما تا اینجا بیان کردیم. حالا یافته هایی که ما در این مریض دیدیم چیا بودن؟ یک لیژنی بود در برستش، آپر اوتر کوادران برستش بود که سایزش اگه اشتباه نکنم الان اینجا ننوشتم ولی سایزش در هر صورت زیر 2 سانت بود فکر میکنم. و لنف نود چی؟ لنف نود هم لنف نودهای آگزیلاری به میزان خیلی کمی در واقع مشاهده میشد ولی در لول 1 آگزیلاری بود، متاستازم که نداشتیم. بنابراین من باید جواب کلینیسیانش رو بدم. میخواد بدونه که تی ان ام استیجینگ بیمارم چند هستش. تومور سایزمون زیر 2 سانت باشه، 2 الی 5 سانت، بالای 5 سانت و تی 4 هر سانتی میخواد باشه ولی گسترش پیدا کرده به پوست یا چست وال. خب حالا این بیمارم که زیر 2 سانت بود، تی 1. لنف نود چی؟ ان0 که هیچگونه درگیری نداره. ان1 لنف نودهای آگزیلاری همون سمت ولی لنف نودهای مووبل، در واقع لنف نودهای کنگلومریت رو به هم چسبیده و اینجور چیزها نداشته باشه.
N2 در صورتی هستش که اینترنال ممری درگیر شده باشه یا اینکه لنفنودهای آگزیلاری به صورت فیکس باشن و N3 هم اینفراکلاویکولار، سوپراکلاویکولار اینا درگیر شده باشه یا آگزیلاری به علاوه اینترممری لیمف نود در واقع. متاستاز هم که حالا یا دارد یا ندارد. و این بیمارمون چی بود؟ آگزیلاری لیمف نود فقط داشت در سطح لول 1. پس T1 N1 M0 استیجینگی که برای بیمار مطرح میکنم که حالا اینجا هم میتونم ببینم T1 و N1 استیج بیمار در واقع 2A هستش. تا سر ریسپانس و تریتمنت کیس بعدی و در جلسه بعد بخوایم بگیم، بیماری که هستش که برای پاسخ به درمان فرستادن و ما اون رو به صورت پرکتیکال میتونیم ارزیابی بکنیم. تا همینجا نگه می‌داریم. روز خوبی داشته باشید.